رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت فضل ابن عباس حدیث صحیح است میفرماید ما پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم بر روی سواری که ناگهان جوان بودم 17-18 سال در اوج جوانی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم متوجه شد که چشم من داره به سمت زنان نامحرم جمعی از زنان رد میشد. من خیره شدم یه لحظه، حواسم از من پرت بود. چقدر این بیماری فعاله. آخه من فکر نمی کنم هیچ بیماری به اندازه این بیماری وحشتناک باشه. چرا؟ چون سایر گناهان باعث یه موقعیتی پیدا بشه. موسیقی مثلا شاید در بعضی جاها که برق نباشه، بعضی جاها که اون واکمن یا البته الان که خب موبایل دیگه همه جا اینم شده، شاید یه جا اصلا موبایلت کار نکنه، ولی این بیماری چنان هست که در هر لحظه طعمه و خوراکش هست. الله اکبر، چقدر وحشتناکه. و اینجاست که باید پناه ببریم به الله. میگه که من یه لحظه چقدر این بیماری قدرتمنده، اصلا باور کنید شوخی نداره. حاجی نمیشناسه، عالم نمیشناسه، متقی نمیشناسه، جوان نمیشناسه، حتی پیرا رو نمیشناسه. باور کنید پیرمردا هم، الان ما تو این جمع پیرمردی نداریم، ولی که اگر می بود به اونا هم باید بگیم خاطر جمع نباشید که عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. یهو متوجه میشی که چنان میخ شده تماشا میکنه، برانداز میکنه که حیران میمونی و این در لحظه مرگشه. قدرتش خیلی قوی است. پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته روی سواری. کجا دارن میرن؟ سفر مکه، نزدیکی های عرفات. چشمش افتاده به تعدادی خانوما، همچون زل زده نگاه میکنه که ناگهان فداک ابی و امی یا رسول الله، به خدا قسم معلمی تاریخ بشریت مثل تو ندیده. نه حرف زد، نه داد زد، نه توهین کرد، فقط یه لحظه انگشت خودش رو گذاشت تو صورت من داشتم این ور نگاه میکردم، چهره‌مو برگردون. همین دستشو گذاشت، فشار داد، چهره رو برگردون. این اولین عمل بود که با درس اخلاقی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش داد. بعد فرمود یبن اخی، حالا شروع کرد بعد از اینکه چهرهشو برگردون، یبن اخی، ای برادرزاده من، عزیز من غض بصره و حفظ فرجه و لسانه غفر له. برادرزاده عزیزم، هر کسی که این سه کار رو محافظت کنه، این سه عنصر رو، غفر له، الله همه گناهانش رو میبخشه. این سه تا اصلا، این سه تا عضو رو حفاظت کن. من غض بصره، اول چشماتو حفاظت کن. 2 و حفظ فرجه، عفتشو پاک کن نگه دارد. و لسانه، و زبانش رو، غفر الله، من براش جنت و ضمانت میکنم. و همه اینا برمیگرده باز اولین. اگر چشم رو حفاظت کردید، حفاظت عفت آسون میشه. اگر عفت و پاک دامنی رو حفاظت کردید، انشاءالله الله زبان رو هم کنترل میکنه.